جملات زیبا از حضرت علی علیه السلام. فرمودند که گریه نکردن از سختی دل است، سختی دل از گناه زیاد است، گناه زیاد از آرزوهای زیاد است، آرزوهای زیاد از فراموشی مرگ است، فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست و محبت به مال دنیا سرآغاز و شروع تمام گناه ها و خطاهاست. سپس از ایشون پرسیدم که واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیبتر چیست؟ سخت و سختتر کدامند؟ فرمودند واجب اطاعت از الله است و واجبتر از آن ترک گناه است. نزدیک قیامت است و نزدیکتر از آن مرگ است. عجیب دنیاست و عجیبتر از آن محبت دنیاست. سخت قبر است و سختتر از آن دست خالی رفتن به قبر است.